در تمام سال 4 ماه را ماههای حرام میگوید. ماهایی که حتی قبل از اسلام کسایی که مسلمان هم نبودن، مشرک بودن، اونا به این ماها احترام داشتن، اما وقتی که اسلام آمد احترام از او و فضیلت از او دیگه هم زیاد شد. یکیش همین محرم است که از او ماهایی که دارای فضیلت است. حتی در این ماها در اوایل جنگ امرای مشرکین و جنگ امرای مخالفین اسلام نمیشد، به خاطر از اینکه در این ماها جنگ کردن روا نبود و در این ماها جنگ کردن و جهاد کردن جایز نبود. از این خاطر ما در رابطه با محرم اول خود معنای محرم ما باید بفهمیم. خود محرم به معنای معزز، محترم و دارای احترام. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. صحيح المسلم. اولا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده های عزیز و دوستداران و عزیزان که اینجا حضور دارین، از الله متعال برایتان عافیت و صحت کامل را خواهان هستم. موضوع امروزی ما و درس امروزی ما در رابطه با ماه محرم، فضیلت ماه محرم، روزه گرفتن در ماه محرم، خود معنای محرم و خود معنای عاشورا، تمام این موارد را انشالله در چند کلمات مختصر همراهتان شریک می سازم. آیتی که در حضورتان عرض کردم و از احادیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم معلوم می شود که در تمام سال 4 ماه را ماههای حرام می گوید. ماهایی که حتی قبل از اسلام کسایی که مسلمان هم نبودن، مشرک بودن، اونا به این ماها احترام داشتن، اما وقتی که اسلام آمد احترام از او و فضیلت از او دیگه هم زیاد شد. و ما در یک درس که در رابطه به حج داشتیم در مورد ماهای حرام بحث کردیم که 4 ماه ماهای حرام نامیده می شود که یکیش همین محرم است که از او ماهایی که دارای فضیلت است. حتی در این ماها در اوایل جنگ امرای مشرکین و جنگ امرای مخالفین اسلام نمیشد، به خاطر از اینکه در این ماها جنگ کردن روا نبود و در این ماها جنگ کردن و جهاد کردن جایز نبود. به این خاطر این ماها را بسیار دارای فضیلت بوده. اما فعلا علما نوشته کردند که حالا مشکل نیست اگر یک مسلمان با یک کافر و کسی که مخالف دین مبین اسلام و کسی که برای مسلمان ضرر میرسانه برش کدام مشکل نداره، حالا میتونه که در این ماها جهاد هم بکنه. اما بهتری است که حالا هم در این ماها جهاد نشود. از این خاطر ما در رابطه با محرم اول خود معنای محرم ما باید بفهمیم. خود محرم به معنای معزز، محترم و دارای احترام. و این ماه اول اسلامی هست. سال اسلامی ماه اولش ماه محرم است.
که پیشتر هم یادآوری کردم که در این ماها حتی کسایی که مشرکین بودن و کسایی که خدا ناباور بودن و کسایی که یهود و نصارا و هر کسی که بود به این ماه احترام داشتن. به این خاطر در شریعت اسلامی هم به این ماه احترام داده شده و حتی آنقدر فضیلت داره که قبل از اینکه روزه ماه مبارک رمضان بالای ما فرض شود، بالای مسلمین فرض شود، در اینمی محرم و اینمی روز عاشورا فرض بود که مسلمانان روزه بگیرن. یعنی فقط یک روزه فرضی بود که اونمون روز عاشورا بود قبل از اینکه ماه مبارک رمضان حکمش بیا و بالای ما فرض شود. و همچنان خود عاشورا چی معنا داره؟ در بین ما بسیار مشهور است که امروز روز عاشورا است و در روز عاشورا رخصت است و در روز عاشورا مردم بعضی ختم خیرات و غیره میکنه. خود عاشورا به معنای دوم به این معنی که یعنی این روز دهم ماه محرم است. عاشورا معنایش ما فهمیدیم که روز دهم ماه محرم را عاشورا میگوید و بسیار زیاد فضائل دی آمده. یکی از فضیلت هایش قبلا حدیثی را که براتان عرض کردم، نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرماید که روزه گرفتن در روز عاشورا سبب از این می شود که الله متعال توسط اینمی یک روز روزه گرفتن گناه یک سال قبل ما را معاف میکنه. فقط یک روز روزه گرفتن و جایزه و فایدهش آنقدر است که گناه یک سال قبل ما را الله متعال معاف میکنه. اینقدر با فضیلت، اینقدر پر مرتبه. قسمی که مساجد خو همه مساجد است، اما بیت الله از خود مقامی داره. مسجد نبوی صلی الله علیه و سلم مقامی داره. انبیاء علیه السلام تمامش انبیاء الله است و تمامش پیغمبرای الله است و پیام رسان الله است، اما از خود فضیلت و مرتبه داره. نبی کریم صلی الله علیه و سلم از کلشان بالا هست و بعد از او ابراهیم علیه السلام و بعد از او پیامبران اولوالعزم که هست و بعد از او رسولها و بعد از او انبیاء علیه السلام. هر کدامش درجه داره. همچنان روزای هفته کلش هم یک روز است، اما جمعه فضیلت داره. اینمی رقم مثل که اماکن مختلف است و فضیلت داره، مثل که روزها فضیلت داره، مثل که ماها فضیلت داره، مثل که پیامبرا فضیلت داره، مثل که صحابه فضیلت داره، از یکی دیگه خود روزها هم امی رقم است و یک نوع تخفیف از طرف الله متعال بر ما هست. خب یک فضیلتش اینمی شد که الله متعال گناه یک ساله ما را میبخشه. و نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیگه حدیث میفرماید، ابو هریره رضی الله عنه را روایت میکنه. ابو هریره رضی الله عنه میگه که نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمودن افضل الصیام بعد رمضان شهر الله المحرم. بهترین روزه بعد از روزه گرفتن ماه رمضان، بهترین روزه اونمو روزه عاشورا یا دهم محرم است و یا خود ماه محرم است. و در ادامه حدیث میفرماید که و افضل الصلاة بعد الفریضه و بهترین از نمازها بعد از نمازهای فرضی صلاة اللیل، نمازهای شب است که عبارت از تهجد است. دو حدیث درباره فضیلتش. سومین حدیث حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه می فرماید که نبی کریم صلی الله علیه و سلم در دهم محرم روزه گرفت و برای صحابه کرام هم امر کردن که شما هم روزه بگیرید و گفتن اگر سال بعدی ما حیات داشته باشم و زنده باشم، ما همراهش روز نهم هم روزه میگیرم. در اینجا یک نکته را باید ما و شما متوجه باشیم که علما گفتن که تنها روزه گرفتن عاشورا ای باز مکروه میشه. چرا؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمودن که اگر من به سال بعدی زنده باشم، من همراهش نهم روزه میگیرم. اگر کسی میخواه که اینمی در روزش می ثوابش کم نشود، باید 2 روز روزه بگیره. مستحب کپی است که یا نهم و دهم بگیره، یعنی نهم محرم و دهم محرم، یا دهم و 11 روزه بگیره.
و علت از این روزه گرفتن چرا ما باید این روزه را بگیریم؟ نبی کریم صلی الله علیه و سلم وقتی که به مدینه منوره آمد از صحابه کرام پرسان کردن، یهودیا خوش بودن و خوشحالی بود در طرف. پرسان کردن که اینا چرا خوش هستند؟ یهودیا گفتن که اینمی 10 محرم روزی است که در اینمی روز به موسی علیه السلام نبوت داده شده و پیامبری برش داده شده و در اینمی روز، اینمی 10 محرم، موسی علیه السلام از چنگ فرعون ظالم وقتی که به تعقیب از اون رفت، الله متعال فرعون علیه اللعنه را غرق کرد و موسی علیه السلام با اونمو دوستایش الله متعال اونا را نجات دادن. به این خاطر ما خوش هستیم. اینی بود علت روزه گرفتن در روز عاشورا. همچنان یک چیز دیگه را که ما و شما باید متوجه باشیم، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه راوی حدیث است در مشکات شریف کتاب الزکات و باب فضل صدقه. اینجا یک حدیث آمده. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میگه که کسی که در روز عاشورا یا 10 محرم سر فامیل خود و اهل عیال خود نفقه را زیاد میکنه و خرج زیاد میکنه و به اهل عیالش از انواع میوه ها و از انواع غذاها، یعنی دستارخانش پر میباشه، الله متعال به خاطر اینمی یک روزش، به خاطر اینمی یک روزی که مصرف کرده در تمام سال اینمی فراخی را نصیب حال از این میگردانه. و الله متعال یعنی یک چانس دیگه هم بر ما هست. مثلا اگر ما بگوییم که همیشه دسترخوان ما پر باشه و الله متعال در رزق و روزی ما برکت پرته، در این روز باید مصرف بکنیم به اندازه وسع توان خود. حتی اگر تو برادر ما، تو اگر توان از این نداری که میوه های گوناگون و انواع میوه ها و انواع غذاها را پخته بکنی، حتی میتونی که به یک چیز عادی، بسیار عادی، یک سبزی و ترکایی، حتی گلاس های آب هم اگر تو پر بکنی بانی، الله متعال اینم تو دستارخانت پر برکت و پر فضیلت میگردانه. و اینمی عمل تجربه شده است. حضرت سفیان ثوری رحمه الله میفرماید که ما اینمی عمل تجربه کردیم. در روز 10 محرم یا روز عاشورا بالای فامیل خود مصرف کردم، الله متعال در تمام سال دستارخان ما پر برکت گشتن. اگر ما هم میخواهیم که روزی ما و رزق ما در رزق و روزی ما اضافه بیاید و دستارخان ما پر برکت و پر از انواع میوه ها باشه، ما هم باید در این روز مصرف بکنیم سر فامیل خود.